تو شمع شد، امروز دیگرم با فراق تو شمع شد. در آرزوی وصلم عمرم تمام شد، در آرزوی وصلم که عمرم تمام شد. هر بستم بسی حیالی، بستم بسی حیالی، بینم جمال دوست آن هم نشد میسر، منی سودای هم شد. آمد نماز شام، آمد نماز شام، نیامد نگار من. آمد نماز شام، نیامد نگار من. ای دید پاسدار که خوفتن خرام شد، ای دید پاسدار که خوفتن خرام شد. حال تو دان دان، زلفی تو دام دام، مرگی که دان دید گرفتار دام شد. حال تو دان دان، زلفی تو دام دام، مرگی که دان دید گرفتار دام شد. محمود غزنوی هزارم غلام داشت، محمود غزنوی هزاران غلام داشت. عشقش چنان گرفت غلامان غلام شد، عشقش چنان گرفت ایاز غلام شد. هر عشقش چنان گرفت ایاز غلام شد، ایاز غلام شد، هم غلامان غلام شد. دیروز من رفتم پیش بچه‌های انجمن موسیقی مجتمع فرهنگی که راجع به کمال خان ازشون سوال کنم. خواهش کردم ازشون کمکم کنن که گفتن مثل اینکه شما اطلاعات بیشتری دارید. خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بچه انجمن موسیقی خوش آمدید. ممنون شما، تشکر. سلامت باشید. حقیقتا آقای گل محمد و آقای حسین و عمو محمود بیشتر اطلاعات دارن در مورد کمالان، فکر کنم از من بیشتر اطلاعات دارن. نمیدونم والا، به من که گفتن تشریف بیاین پیش شما. شما میخواید آقای کمال خان رو ببینید ان شاء الله؟ میخوام از نزدیک ببینمشون. بله. اگه آقایون همکاری بکنن، هنرمندای خوب ما، ان شاء الله باید بریم چابهار. خیلی ممنون. بریم چابهار، یه استاد رو پیدا میکنیم. از سوالاتش میپرسیم. شما آماده باجا؟ بله باجا، ما آماده. اینجا بعدم بیانن یک کافی بجا اودا گونده آسی بس زلفان سیاه و انکاسی بشودم دل پر جانا بمالم در دندانا بشودم دل پر جانا هم بشودا یه دل پر جانا لطیفی گردنو میانا ببازینم گل جوانا بهشتی وادگیریم بانا جانا تاکتی هما هینا جانا تاکتی هما هینا بشیپان جلو بالینا خراسان شارو گالینا آره بینیم دینا نگارینا. بلوچ هستم ولی خب اصلا توی این استان نبودم و راجع به فرهنگ بلوچی چیز زیادی نمیدونم. الان یه مدتیه که اسم استاد کمال خان رو که شنیدم، تو کنسرتشون هم شرکت کردم و دوست داشتم بیشتر باهاشون آشنا بشم. البته خب جاهای زیادی هم رفتیم پرسجو کردیم، منتها وقتی مطلع شدم شما برادرزاده‌شون هستین و به ایشون نزدیکترین، گفتم شما بیشتر از خصوصیات ایشون اطلاع دارین، اگه ممکنه برامون یه مقدار توضیح بدید. ایشون در سطح استان حتی در سطح کشوری هم مشهور هستند، به جزء هنرمندانی هستند که سبک کلاسیک، هنرمندان نادری هستند که و هم از نظر لحنی و هم از نظر فنی و موسیقی اینا تقریبا نادر هستند در سبک خودشون کلاسیک. کنده بگویم ذکر اول نام جبار و کریم و حالک رب جهاندار
و ایوبی ساتری تو شاه گفار تو ستار زن به عین کوکار محمد آن رسول شاه مختار مدام بر مومنان سر افضلین یار و از این سرنامهان استنده گفتار و بیامد از قضا ابو جهل بدکار و بگفت با سید کونین سردار و چراغ هر دو چراغ هر دو عالم تاج ابراری. نوجوان بودن و علاقه زیادی داشتن به موسیقی، مثلا موسیقی سبک کلاسیک و اینا. و حتی پدر ایشون منع میکرد، نمیذاشت که شما برید. جنبه مذهبی درای جنبه صوفی و اینا هم داشت، ولی نه، ایشون گفت که نه، من چیزی که میخونم هم هنره و هم یک همون چیزی که شما میخوایی، پدرم شما میخوایی که مسائل مذهبی هم بخونم. تمام اکثر اشعاری که من میخوام شعرهای مسائل مذهبی هستن. زندگی حضرت علی هست، داستان در رابطه با قیامت هست، زندگی حضرت محمد هست. یا رسول الله حبیب حال که یکتا توی، یا رسول الله حبیب حال که یکتا توی، برگزی داشت ذوالجلالش پاک بی هم تا توی. در شب معراج بوده جبرئیل اندر رکاب، در شب معراج بوده جبرئیل اندر رکاب، بانها ده بر سریری گنبد حضراتوی. یا رسول الله تو دانی امتا را عاجزان، امتا نیرهنمای پیش خواهد ماتوی، امتا نیرهنمای پیش خواهد. فردی مذهبی هستند کاملا. من تا به حال مشاهده نکردم که نماز جماعت ایشون قضا بشه، 5 وقت مسجد. گاهی موقع که سالت پیش اومد دیگه نماز خودشون رو میخوندن، دیگه این نیست که مسجد رو ترک میکردن. روز محشر که جان گداز بود، روز محشر که جان گداز بود، اولین پرسشش نماز بود. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایشون هم خواننده و هم شاعر هستن، هم میسرودن و دیگه هم شعر مینویسند و مینوشتن. شعرهایشون بیشتر در رابطه با وضعیت اجتماعی خود منطقه هست، در رابطه به سیل اواخری که اتفاق افتاده یا سیلی که قبلا اتفاق افتاده بود، یا که داستان شفاهی که ما داریم، تاریخ بلوچستان که ما داریم ایشون دارن. حتی تهندازی در تاریخ سیستان ماشینالی عامل ایشون دارن. چیه گو فکیرا؟ بادشاه خرابی پیش گرنده بی نگارم مراده با وقت سحر. نگار بادشاه جنین نامی نگارم مراده با وقت سحر. آیا زهم کشه چه جد کشی تو چه گوهی و شرابی کی باشم از آن بی خبر، شرابی کی باشم از آن بی خبر. بادشاه زم پدا جد کو تو را می کنم زن تو راهم کنم. می نقشیتی تو را می کنم زن تو را هم کنم. آیا پدر هم کشه چونان
چنان حزمتی مادران را پسر چنان حزمتی مادران را پسر مرا دادای دیگران را مده وقتی منی ده دیگرانی مده مرا دادای دیگران را مده کلاه و کلاه و کمربند و زر کلاه و کلاه و کمربند و زر چنان میزنم تا به حلق رسد زبران ٹپی سری اودا کپی چنان میزنم تا به حلق رسد عدوام تو را تیر اندر جگر. استاد شما حرفاتون از استاد کمال خان صحبت کردید. منم در حقیقت دنبال استاد کمال خان هستم که ببینم زندگیشون چجوریه و باهاشون میخوام بیشتر آشنا بشم. حالا میخوام ببینم استاد کمال خان در ارتقاء ادب و زبان و فرهنگ عامه بلوچ چه جایگاهی قرار داره؟ حاج کمال خان محققاً بزرگترین آوازخوان شعرهای حماسی بلوچه. ایشان از نوجوانی این کارو به این کار آوازخوانی پرداختن. خودتون در شاید زندگی نامش خوندید یا پرسیدین ازشون. ایشون از دوره نوجوانی این کارو شروع کردن و هنوز هم این کارو دارن ادامه میدن. این کارو هنوز دارن ادامه میدن. و به جرئت میگویم که زبان بلوچی، زبان و ادبیات بلوچی، این کلاسیک بلوچ، هم از لحاظ زبانی هم از لحاظ موسیقی، یا بهتر بگم زبان و ادبیات کلاسیک و موسیقی بلوچ بیش از همه به حاج کمال خان مدیونه. گنده مروشین و سهرگاه و در کایا با پگاه رودت با کهر دریا ها جوڑے بندان نی جوڑے بندان آگاہ رودت با کهر دریا ها رشت با شهر دوزوه ها امول اندو نی جاگا هاری بچه بم پشتیه گوشه گیده حاج کمال خان بزرگترین آوازخوان پهلوانی یا خواننده پهلوانی اشعار حماسی بلوچ است. به نظر من البته صدای سحرانگیز ایشون ولوله در جان انسان ایجاد میکنه، هم از لحاظ صدا و هم از لحاظ اطلاعات تاریخی و هم از لحاظ تعداد اشعاری که خونده. ایشون به قول خودش در زندگی نامش میگه که من از نوجوانی این کار رو شروع کردم. از نوجوانی این کار رو شروع کردم و تا الان هم هنوز ادامه داده. به جرئت میتونم بگم که زبان و ادبیات و موسیقی کلاسیک بلوچ بیشتر از همه مدیون کمالانه. نی جاگا هاری بچه بم پشتیه گوشه گیده ناگاه ره چنبای شهر دوزواه امول اندو جاگاه امول اندو جاگاه باشد یه ره مت شانم گلابوی چو همان رندن باشد یه ره. ادبیات از این لحاظ که ما از طریق کمال خان اشعار زیادی رو تونستیم ثبت بکنیم و اگر کمالان نبود این اشعار در دسترس ما نبودن و دیگر موجود نبودن، چون کمالان از دوره نوجوانی از ده سال پیش چند دهه این رو داره میخونه و بازسازی میکنه و اگر کمالان نبود این اشعار در دسترس ما نبودن. به همین خاطر ادبیات ما مدیون ایشون
چون شعر کلاسیک ما توسط تقریبا کمالان جمع‌آوری شده. مثلا اصواتی که میخونه، شعرهایی که میخونه، آوازهایی که میخونه، این در واقع جمع‌آوری اشعار بود. برکه کینن زبادو ام برامینن ذهن بیکانی شنگینن ذهن بیکانی شنگینن از لحاظ موسیقی هم موقعیتی که ایشون در موسیقی دارن و از لحاظ طرزی که داره، از صدایی که داره منحصر به فرده. نبوغ موسیقی ایشون کاملا مشخص و پیداست. افراد زیادی در جامعه بلوچ از ایشون تقلید کردند و کمالخان در رساندن این اشعار به مردم و این موقعیت‌های شعری و این جنگ‌ها و این کینه‌ورزی‌ها و این چیزهایی که بوده نقش فراوانی داره. در واقع کمالخان برای قوم بلوچ همچنان که قبلا گفتم یک رسانه هست، یک تلویزیون هست، یک رادیو هست که این موقعیت‌های تاریخی رو و اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده. مراد لیلة القدر رو پیچو چاردهی بدرا مثال قیمتی صدرا نهان من پدوین صدرا منم به عشق او چوشم کلندر سردر و گوشم گهی رنج و گهی جوشم چون مریدم مست و بیهوشم عمل گو انبر و مسکن و گو وسیلی مبارکم حالا جمع جندل گوهارکم کما همیانین دنک رکم وتی حاسی کنیزکم وتی حاسی کنیزکم بزیران کده و شکم گل شار و مشابکم روا پدو سری لکم بیننده بر لب حوزی بسایم سم بلو جوزی کانکم تر دلفو روزی من با اکثر خواننده ها و اکثر موسیقیدانان از ایران، اروپا، مسقط، امارات، همه پاکستان با همه اینا که من آشنا بودم به اتفاق میگن که تنها کسی که آوازش آواز موسیقیه و تنها کسی که میگن که تو در هیچ جلسهش انسان خسته نمیشه و تمام آهنگا را میشناسه و ما به اصطلاح محلی خودمون آهنگ نوع حرکت به اصطلاح موسیقی ما تقریبا ما 6 7 تا نوع به اصطلاح حرکتی داریم. ما یکی رو میگیم که آقا این نوع آوازی که میخواد بخونه میره به طرف دریا. یکی از ما میگه آقا این مثلا این آهنگ مال منطقه تایپه داریم جدگار. اینو میگیم مثلا یک شهری داره به نام تربت. اینو داریم ما میگه به طرف مثلا بلپاس طرفای زراباد. اینو هر نوع آهنگایی هست تمام این آهنگا را به طور کامل و به طور دقیق همه رو کلا میشناسه و همه رو هم در حین یک شعر خوندن هم رو اجرا میکنه و الان به عنوان سمبل بلوچستان مطرحه. شاداتا چون نمرود و وراباته منظر چار لنجا بیمداته شالاتی دستانگا دهند باته جانے چه سهربادا بشنگاتے میتگه حلقا سرزنش باتے همت و مردیا بگی شاتے گووتی شاریا بی پیساتے چه منی اخبالا ما چوٹاتے شما بیایت منی تو بیایت منی نزدین دزگوها رکان من ازگو منی امسر و عملی بی کسان نکان شما بوجت منی دستینا دو بندینا یه سنگا و باهوا دو جنگینا ولی ممکنه مثل کمال خان بیایی شبیه کمال خان کسی کهید ولی از کمال خان بالاتر قرار نگی چون چیزی که بنام موسیقی بلوچستان هسته
تمام آهنگانی و تمام ظهیرگانی که مجموعه ظهیرگان مختلفی که در بلوچستان هستند در تمام ایریان توکا تمام کمال خواب بسنده कि हाँ खिदमत आरा हंगा सुरतम नाकाम इसके बदाने खिदमत हुए करने बल्कि आवती क्या विशिष्ट में संगे करने खिदमत कुटा परे हुआ चे हम ये खिदमत कुटा बलूची वैसे ताम मौसीकी ज़िंदगी नबी ज़ुबान ज़िंदगी कौम ज़िंदगी नबी नहीं वो जो चीप होता है इशिया मौसीकी के ज़रिया है हम हमारे शेर ज़िंदगी कुटा अगर मौसीकी में भी इसी क्लासिकी आमासन शेर नबी मुतवज्जे देखें मौसीकी क्लासिकल कमालाना मरूची स्किया सदो चाकर ग्वाराम या अमल चियन मेहरों को इज्जत बाज़ें जो चीज़ अस्तान के स्टूरे एशिया बलूची इस्तूरा के अस्ना संदर कोटकला उची आवाज़ है वजह उची आवाज़ शायरा शेर गुश्ता इस शेरानी क्या बात है माँ आमार आवाज़कान बात थी तो ये मगुत्ते ताती थी सामान तो याम बाउला नरस लगते हैं यानी ये यक ट्रक की एशिया तो माल बार चश्मी हमारी ना कनीज़क प्यार तो आईना कनीज़क दी प्यार तो आईना जो बेचारी खुसरो शीरीना बेचारी खुसरो शीरीना दो नक्काश मन दर ज़मान प्यारा हाँ दो नक्काश मन दर ज़मान प्यारा परी रंगा बेसिंगारा दुगीसु चो शबे तारा पुलु हो पुल की यारा सारीक चे चो शमशुका तारा सिपाही हुस्नी दीवारा कारी बंदी तलाकारा गुन्ना लैना दिरोदारा शफी पादी की दरकारा गुन्ना लैना दिरोदारा मारो मैं साजी वती साजा तुम्हारी तवारा तुक देखना या सोगे आज के हिंदुस्तान तो का और एक मदने टूवे मौसीकार उसी साजी के उसी साजियां कौन दता है तवारा वती साज आमद नमाज शाम नया आमद निगार मन आमद नमाज शाम नया आमद निगार मन आए दीद पासदार के खुफतन खराम शोद आए दीद फासदार के खुफतन खराम शोद हाले तो दान दान जुल्फे तो दाम दाम मुर्गी के दान दीद गिरफ्तार दाम शोद हाले तो दान दान जुल्फे तो दाम दाम मुर्गी के दान दीद गिरफ्तार दाम शोद
محمود غزنوی هزاران غلام داشت، محمود غزنوی هزاران غلام داشت، عشقش چنان گرفت غلامانی غلام شد، عشقش چنان گرفت ایاز غلام شد، هر عشقش چنان گرفت ایاز غلام شد، ایاز غلام شد. مولانا تواره واره ایندی تو که شنیه لاتی استلام سازه निवाजे उन्हीं को रही ना उधर नीर ने उसमें फीस आती बाजे 4 लोग हैं ना सह लाते सह दूध के बटन की से संख्या सस्ता कर एक लोग या एक सस्ता के गुस्सा इंडिया दिखे सेने है ये करने 4 सस्ता का एक हाथी सस्ता कि नहीं या अगर हस्तम काम मार इसी नियमा है कि तवारा चढ़ा वसता गिरी ग्वाजिनी के हद्दे हद कुछ गए तवार एक हद्दे एक रेंज हद्दे कुछ आई थी गजी बुर्जा रहोगे जाले आएगा हम डर के इंडिया तो का यके लता है नाम अगर हम किसी दान सी आवाज ना अति सस्ते का ग्वाजी नहीं इधर में कमाल लंजमी दरियाए बिफरिनान वो चाकर तो आसमाना फलक बंदे सरबरे इस्तीना जने तख्ता डाडरे जो पसरे जीरे हारे मीराना पगेदार गिंदे पर दफी वर्षत रजा मंदे دیگه چی من هنرمندی در کپی چی آوازخانی در کپی خدا هزار سال اندر کبھی بله کمالان گوت در کار مشکل کار گوته تو سینیا گوسیگا واسیا نه گوسیگا واسیا تو واستره نه نمیگه شما چی میشه یعنی گاما این هفت چون گاما موسیقی آواز درازی نه آواز درازی وسط آوازه چیچوکه این آواز نه یعنی گوزی اگر خطی یه خطی یک دکمه کشته ایشان چی گوزی همین دو ره می فا sol la si ایشان چی گوزی ایشان که هر یک یه تواریده این 4 جاگه دو ره می فا sol la si لفظه که دو نه خدا ره می فا دو این سه آگه گیشی نه 4 یکشی آتی سفتک نه 4 نی کمالان چما آوازانه جال که ادا چی گوزی نی ورد رو ادا یه گوزی سرودی برای چیه بکن؟ نیلال رخساری پرشتہ صورتیں پرہندہ دیدار وجہ غزالی از غزالستان تاتار مثال یوسف مصری ببازار تمامی عالم لال حریدار دل و دلدار غیسوان اسیرین غزل سنجین زبان منی نقطہ گیرین یک کلم الماس کرتاس حریرن جنک رنگ روحا بدل منیرن توی گل مناتی باغ بلبل مکن دل بربرا تنز تغافل و تمنا می کنم گو تو ای گل دو نارنج دو بادام دو کاکل دو کوبی کمان تابین دو سنبل ورق پوشین نهال حاسمی پل نه چین نه کشمیر نه کابل نه ایران نه توران نه زابل نه ملک شام و روم نه شهر بابل نه ملک قیصر فغفور دارا عراق کوچگان تا بلع و بهارا جنکم با در چیده هنچ 100,000 شما در
بابت واجہ ملا کمال خان حاجی لوٹے کے گاپو ظاہر بما ہنی ماں گاپوں میں پہنوں رسول بخش زنگ شاہی ہوں اور ہنی 64 سال منی عمرہ دومیشیں 14 سال یا ساز میں شروع کتا اور ساز پتی کی پیر کی یہاں قدیمی دومیشیں کے شاعر آجی کمالان ملا غلام قادر و ملا قادر بخش دراغین شاعر بیتگا درست بلے بلوچستان تو کا وجدی ملو وش آوازین وش زبانی حاجی کمالان شاعر منی خیال منی زانگا کہ ماں پہلوانی کتا چند سال گوائیا وشترین شاعر نہ ہستو نہ بی مانا باور نہ کا آپ دست خدا ہیں منی گا پمشان ہنی ماں یک دوست زہیری کی جنو سرو سرا دوست شہروان شاہری ہما شاہرانی طرز و زیملانی واسطہ حاجی کمالان ہے گا ملا غلام قادر ہے گا یہ غیر دار کے گا کمالان شخصی است که حدود 50 سال یا بیشتر و کمتر دنبال موسیقی بوده و هست. بعد به این آسونی شما نمیتونید استاد کمالان گیر بیاری، چون استاد کمالان علاوه بر کار موسیقی، کار مهمان نوازی، کار جایی که صلح باشه، بین مردم جدال چیزی باشه، استاد کمالان دعوت میکنن که بره دنبال این برنامه شو ردیف کنه. استاد کمالان شخصی بسیار مهمان نواز که اگر شما خونش برید دیگه خودش میبینید. من نه اگر پایینتری شخصی بره پیش استاد کمال خان، خود شخص استاد کمالان پا میشه میره خونه، برش آب میاره، برش چای میاره، برش قلیون چاک میکن میاره. ما چندین بار خونش رفتم چون من شاگردش بودم و هستم. من گفت استاد شما بشین، بچه بره برای من قلیون بیاره. گفت نه من خودم میرم برای تو قلیون بیارم. استاد کمالان شخص بسیار دیم گلندم تو گوشه نقشی صورتی یا تنک باپینو ملمالی و چوندی شربتی گروم بگا
کابوگو کندانا پوری جنتی گرنبگا کابوگو کندانا پوری جنتی کسمچا ارے کے لال منی محبوب وتیری نکاس مچارے کے لال منی محبوب وتی دوشی چلال اندوہاں واجہ باز اگری تگت دوشی چلال اندوہاں باز اگری تگت تا دو پاس تارو کے شفیلون جاگ بستگت پر حیالیا منچنان وابا دیستگت کلے کھاڑا یا حلقہ ہی دوری رستگت کمالان شهریه مطلب شاعر شهر هسته اینه تو کمالان شاعر واشوشن شاعر هسته انچه شاعر هسته زهیرون کم یعنی پورا کنا پتا زاننتے ہیں سلا انچو زانتکاری کہ مولا غلام قادر تو کاستے پتا یعنی سازے لحاظا اچھ شاعر تو کا پتا نہیں سلا پہلے انی چمشیا چے ہم کمالان دیمائیں سلا یا کسی کمالان زبان پولاتے ہیں کہ ہر چکا پہ بکن تو سرپد بے دوم کمالان یہ ہول گوٹو اشیں سمجھے نا صحیح میں کمالان نندا پادای وزن ہچ شاعرہ گونے سلا آگا پہ کمالان دیوانے بکن یعنی کمالان کو دیوانا نشت دنیا ہے مردم بینن دی کمالان آٹھ طریقے کا پہ بھی جانتا رہا کمالان کا پچھے امروز دیگرم پراکه تو شام شد امروز دیگرم با پراکه تو شام شد در آرزوی وصلم عمرم تمام شد در آرزوی وصلم که عمرم تمام شد من دل است که دوست منه ماهین شپری من دل است که دوست منه ماهین شپری لدگو رفتارم گوشه مکابوگی گسری لدگو رفتارم والا گوشه کابوگی گسری हल्का ही सफेदा का हम दो गए सुबह अंबारी जाग से हम दातग हम चुअल माँ से गौहरी जाग से हम दातग हम चुअल माँ से गौहरी दियम गुलंदा में तो कुछ नक्शे सूरती دیم گلندامه تو گوشه نقشی صورتی یا تنک با پیلو در این زمان مرجع ترین بهترین و از همه بالاترین جای رو داره که این موسیقی رو داره اجرا میکنه یعنی یک اسطوره است به موسیقی بلوچی و این موسیقی بلوچی که تقریبا داره تمام میشه حالا کسی نیست که اینو اجرا کنه ولی استاد کامالان تا به حال اینو داره اجرا میکنه و تا اینجا آورده یک دو تا شاگردم درست کرده ممکنه رای استاد کامالان حیدران جونگی گندل یروان شرنت چابوگ با تازیاں ہزاری گا ورنہ کہ منی مہنا دا دونانی گا او شہداد زانا ترا بکتولی استاد بزرگ واقعا هم استادی کسی هم دوباره پیدا نمیشه مثلا جای کمالان پر بکنه مثل این استاد کمالان داره هیچ کسی نداره اصلا استاد بزرگی من متولد 1345 ام من خودم دونایی میزنم 32 سالم دارم کار میکنم من خیلی سال کمالان دوست دارم
روایت کنگا که دیمیانه باز نفر آد که شعر بسته مثل مولوی عبدالله روانبود صاحبه درست نواجه؟ بله مولوی عبدالله روانبود صاحب گوشند که مزنی عالمی و شعری که ما وانتگن شعری هم من نظر باز وجه واشن هم شعر قومی و فرهنگی بیتگن هم مذهبی بیتگن چه بزرگان دین چه مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه چه صحابه گرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و لحظی هم آتکه وانتگن یه شعر مثل حاجی کمالانه مثل شانه گفته شعر وانتگن شما نظر در رابطه با کسانی که شعر بستگن مثل مولوی عبدالله روان صاحب و در رابطه با کسانی که وانتگن مثل حاجی کمالان و واجه شما نظر در مورد یه واجه چی؟ از خدمت شما دنیای تها هر قوم یا فرهنگی هست و این فرهنگ طبعا هر حیوان هست گوه کی پسی مرگی آهنی صدا آهنی رویه آهنی رفتار آهنی نندک آهی طبیعت آهی صدا مثلا گوه کی مادگی وتی گواس کا توار کا یا نمون صدا پسی وتی شنه کا توار کا آهنی توار دیگر آهنی چرا و نندک و پاده گروک یعنی هر حیوان یا فرهنگی هستی پس انسان علیقتری لایقتری بهتری که این فرهنگ هم بهتر ببید دوار انسان تا هر یک ملت هر یک قوم و تا یک ملی و یک فرهنگ یک هستی این نمونه این شاعران تا من مرحوم مولانا عبدالله صاحب روحا 100 مرتبه درود بشان الله تعالی رحمت ای سر باتا خصوصا آئی سرا و همین نمونه مولا فاضل و مولا بوهیر محمد موسی باپوشتی دیگه مولای هست همه زمانه ایشانی ایشانی مقصد مولا فاضل و مولا بوهیر شاعر ما گنده عجب لغت بلوچی خیلی عالی لغت بلوچی آتا حالا مولا عبدالله صاحب عالم بوتا مولا بوتا که عالم مستنده بوتا ایشی بلوچی هم آرتا گشتر عربی لغتی آرتا ایشی بنده خدا یہ تمام اللہ تعالی ایشان روح شاد بکن ایشان خدمت برای ملت بلوچ انجام داتا برای فرهنگ بلوچ یک حصہ میں زندگی فرهنگی بلوچ ہمیں شاعرہ زندہ کاش کہ مارا خدا ہمیں توفیق بداتی نہیں آمین آمین ولی وجہ کسان که وانند ہیں یہ وانند یہ ہم خیلی خدمت خوبی انجام دے گا فقط چیز ایشان تا از لحاظ اخلاقی از لحاظ چیزیں شعر و شاعری و تنبیه و سوز و ساز بیسره همیشانی شانتا مثلا پول بازی خرچ کنن او اغیارانی پیما کاند پولا مثلا دیمه دین دیمه جنن فلان کنن یہ کنن چکر دین سرگر دینن یہ شهر میں یہ شهر غیر مذہبی چیز ہے اگر یہ مبند خیلی یعنی اگر یہ مبند تو آشعر مثلا چه صحابه چه پیامبران یہ مشک مبند خیلی یعنی اگر چانگو تمیر مبند کرن نور انا نوری نور انا نوری چنگ تنبیره مبی نور انا نوری بلی چنگ تنبیره هم یک فرهنگ بلوچی ہے لازما اگر من حرام زانم دیگه بلوچ حتما چه تدبیر مسلمانم که من خود را نمیدانم نه شرقیه نه غربیه نه بریه نه بحریه نه از حاکه خراسانم نه از حاکم نه از آبم نه از آتش نه از آدم نه از فردوس رضوانم مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد نباشد عشق جانم نه تن باشد نه جان باشد نباشد عشق جانم نه تن باشد نه جان باشد نباشد عشق جانم قوم انتہا مقابلہ مثلا یک سازی جنگ وقت یک سازی هست خصوصی اسلام ندان دوست نداری بلی یہ وقت اوچی تو طبل غازی کو ہاں نے یہ ہست چیه ساز طبل غازی طبل ہم جنگی ابھی پھر ساز جنگا ہستے سازی ہست جنگی کہ مثلا جنن تھی یا مجاہد بارہ حدیث شریف کہ وہ تھی بھروتا مزن کا وہ تھی ریشہ وزمہ بجا سیاہ کن کہ تو خوی و محکم طرف پیش دارے یا
کافران مقابله طواف اولی 3 شوط تها پیغمبر علیہ السلام فرمان کو چونکہ آوشان کی ایدہ لڑتا شتگم پم ہجرت مدینہ طیبان لاغران ورا کی چیزیں نہ رسی ہے نہیں ہیچ کو نہ کا مر فرمان کو شما مثل مجاہدان چے بھی کنے کوبا سورے نہیں ہن مزنی مرد مجاہد دوڑا 6 شوط طواف ہے گا باید کم کی چو میدان بکنن طواف تھا یعنی طرف بعد ترسینا یعنی با یه حرکتی این طرفندی خاص این طرفندی خاص در مقابل یہ دیگر قومانگا شریعت تا اندازہ کہ حد و بیشتر میں بھی جائے حرمت و حرام و مرسی میں اجازت دیتا بلے فرہمی میں یعنی دنیا معاصر ہمیں نمونے کلن مائشان گورا لٹ دینے و شاعر از بین میں بارے میں فرہنگار بھی چوما کہنے ہیں نا باید بھی هو الأول هو الأول هو الآخر هو الباطن هو الظاهر بجز یاهو یا من هو دیگر نمیدانم دیگر چیزی نمیدانم به از نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم کجایه؟ بنده گلنامه بلوچی هستم، مسئول انجمن موسیقی شهرستان نیکشهر. خیلی خوشحالم که با بچه‌های گروه این شهرستان با بچه‌های بزرگوار گروه موسیقی این شهرستان رفتیم از نزدیک استاد کمالان رو زیارت کردیم و آن چیزی که میدانید شنیدید استادان بزرگواری درباره استاد کمالان گفتن، از جمله استاد جهاندیده، استاد دانشگاه چابار و استاد رسول بخش زنگشایی و استاد علی محمد بلوچ، استاد اسحاق و خیلی از استادان دیگر، استاد دیناردهی. و به نظر بنده استاد کمالان یک دانشگاه بود برای قوم بلوچ و منم چندین جلسه باش بودم، از نزدیک کاراشو دیدم و هنوزم دارم ازش استفاده میکنم. الان به عنوان استاد داریم ازش استفاده میکنیم و اگر چنانچه اینا از بین برن یا خدا نکرده بمیرن، ما به نظر من برای کار موسیقی پشت ما خالی میشه و اینا فکر کنم استاد کمالان فکر کنم پدر موسیقی است در سبک حماسی. و تیجدایی سستگند منی جانو بابا نی تیجدایی سستگند منی جانو جگری جن دهب کن جاهیان که وحب رو چندگان بابا دلو عمر جانانی لڑی لاڑی لاڑو لاڑو لڑو لاڑی عمری جگرانی بندو کھڑی دلی دلی کہ دوست ماہ سکیے وعدہ کاردن کہ دوست کا درتا رند مرگاڑی ہاں شیرند مرگاوتی خبر شکتا. هو الأول هو الآخر هو الباطن هو الظاهر بجز یاهو یا من هو دیگر نمیدانم دیگر چیزی نمیدانم به از نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم کجایه؟ نه از ملک عراقیم نه از حق خراسانم. نه از حاکم نه از آبم نه از آتش نه از آدم نه از حوا. شعر حضرت علی رو که اون شب هم تو کنسرتتون اجرا کردین یک کم آهسته برای ما بخونید.
علی دلدل سوارش بود با پنجه زلفقارش بود گزانیان کار زارش بود سرش کافر نثارش بود علی دلدل سوار بود با پنجه زلفقار بود علی دلدل سوار بود با پنجه زلفقار بود علی دل سوار بود و پنجه زلفقار بود گزایا کارزارش بود سرش کا فرنسارش بود گزایان کارزارش بود سر کافر نثارش بود علی دل سوارش بود و پنجه زلفقارش بود و اما خیر مقدم ویژه ما بنده حقیر و مردم شریف و فرهنگ دوست و فرهنگ مدار این شهر به مردی بزرگ که این مرد از میان سالها می آید سالهایی که در آن فردوسی سالهایی که در آن رستم سالهایی که در آن میر کمبر سالهایی که در آن فیض محمد آمدند اسطوره شدند و خواندند این مرد که امروز مانند آنها به دنیا ثابت کرده است که میتواند اسطوره‌ای بلند و بزرگ باشد کسی نیست جز استاد کمالخان هود به جرأت میتوانم بگویم که ایشان اسطوره موسیقی بلوچستان هستند کافر عشق مسلمانی مرا در کار نیست کافر عشق مسلمانی مرا در کار نیست هر رگ من تار گشت حاجت زنار هر رگ من تار گشت حاجت زنار بر سر بالین من برهیز ای نادان طبیب بر سر بالین من برهیز ای نادان طبیب درد منده عشق را دارو بجز دیدار درد منده عشق را دارو بجز دیدار نیست شاد باشه دل که پرده بر سر بازار عشق 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 شاد باشه دل که پرده بر سر بازار عشق وعده کس لست گرچه وعده کس لست گرچه وعده دیدار نیست ناخدا در کشتی ما گو نباشه گو مباش اره ناخدا ناخدا در کشتی ما گو نباشه نمبر ما خدا دار مرا هم ناخدا در کار ما خدا دار مرا هم ناخدا در کار حال که میگوید که خسرو بت پرستی میکند حال که میگوید که خسرو بت پرستی میکند آره آره میکنم با حلق عالم کار آره آره میکنم با حلق عالم کار نیست این شعر میرقنبر هم میشه یه تیکه کوچیکشو برامون بخونی؟ اشیا اودا کی وقتی کی ادا ماته گو ادا اجازهی کی گیبت نی تواری با امراهان جتا سای مردا کشتگ انتظار زال کتا ماتو گوهار اسے جبیتے درکت علی آ مردکار طاہر گنبوری بارگین چاری شتاک بچارگا دیریں پرو میں راہ پیچ نزیتریں راہاں صدیچ بندیں صدیچ کے کھنڈگا محراب کہت کن لشکرا جانی تپی چو اشکرا کھائینا منی راہ سرا کرکر منی راہ سرا کے سرکونڈ لگا مندلا ہما محراب گشید
जवाब कर दिया तगत बीर कंबरा गुश्ती ये कंबरे नो बज़कार कब तक तई राह सरा शहर रुस्तमा कर दिए जवाब कंबर बज़कार नहीं बेंतु देहान वाजही नुहसत गिदाम मस्तरी ब्या बंदा जने नियम कनी नियमी बती उजरा दई नियमी बखारा न बरे नी कंबरा कर दी जवाब उसकी रास्ते के बंदी गई बोले माँ तो गुहार अंदरो मनी बनी होन रगा हा पुश्तई मंदा जिंदगा तो छू बंदा मरे तंग ये बच छेमा कहीं माथा न बयंत वो माथी मनी मात मकहीं न हकानु पहल का खमर रवा मन फा मुराद सरगत थगान हचो हाजी पा हजाए जरंत दुर्रे रसूल ज़ियारता महचूप मेहराबा जरा माता को तुम ना बगोश तो कोजार रवे कि तो हक पहली लोटे ती जागा कुछ रवगे वो माता जवाब कर दे थगात वो बच्ची 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 रे वो बच्ची बनी शम्मे चिरागो खंबर जान बनी जर्द मुराद तो को जार रवे वो खंबर तू जंगार रवे वो खंबर जान आरुषी के तो फिदा भी थके कमर रद्दा थकांत गर्म सुहैल मर रद्दा थकांत मनी बच्चा सुहैली गे मगी मनी बच्चा सुहैली गे मगी वो खंबर जान थई बंद रवान 10 बस्तगा थई दिला मन नगेंदा हस्तगा बचा हुने रिशाचो मस्तगा गोला शीर पहला बचमनी खंबर गोला शीरे पहलाथ मनी बचा मैं पीरा के वरना बया खंबर जान हथ रोच मशाद काम जना माथे गोशरे मनु के दोनों दाब खना ये दस्ता हिंदी कना पादा हिंदी कना मजोत के दरिये से पिर कना हत रोच मशाद खाम जना दोलो दमामा साज खना कसर ज्यादा ही सांगिनी मन सर ज्यादा ही सांगे खनान तई मट्टा कंबर जान मैं पदा पैदा खना बोले ये नाम नए गुश्ती अगर ती मट्ट नबी बोले हमारा नाम से दबी तिबरात भी वह कंबर जान अगर ती बंदी रमा 10 बस्तगा ती दिला बिगिंदा हस्तगा गोड़ा मंजहरी करगा abda थगंत वल्ला भी मौसमा पादत थगाड़ी निस्तिम बरान लिज्जती नीचे गुशी जवाबा ओ माथी ओ अम्मा जान वो माथी मनी मात मकही
چوشین زبطی شگانم لمجا و ماتی شیر من تی گورانی متگم ما شیر تی گورانی متگم ولی گبو و ماتی من گبو گرا پادت کن ما هر باکه نندا سنگرم و آشوب و گرانی یا آشوب و گرانی سنگران گوشتی باتی ما پتا چاک پای من نبا گوشتی ترا گوڑا خدا یاری تارم پکار دارا جتی